ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори панҷум. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамкул. боби 2. рушди иқтисодии Тоҷикистон ва дурнамои стратегии он. дуюм. афзалиятҳои стратегии Тоҷикистон. در دایره ساختمان خطی راه آهنی دوشنبه قرغانتپه کولاب 3 نقب با درازی قریب 3700 متر و 8 پول معاصر با درازی قریب 700 متر بنیاد کرده شد. برای ساختن راه آهن با نظرداشت ساختمان نقب و پلهای مسیر آن 985 میلیون سامانی صرف شده است. در نتیجه به استفاده دادن خط راه آهن نه تنها حمل و نقل مال و محصولات ارزانتر گردید، بلکه رفت و آمد مسافران هم آسان شده. ثمره‌ناکی اقتصادی یک ساله آن 46 میلیون سامانی را تشکیل داد که مصرف ساختمانی مذکور را در ظرف 10 سال می پوشاند. این خط راه آهن اینچنین شرایط و امکانیت مساعد فراهم می آورد که بار و محصولات کشور به سرحد دولت‌های همسایه در مدت کوتاه به بندرهای آبی امکان بارکشانیشان نامحدود رسانیده شوند. در ساختمان این راه آهن هزاران نفر کارگران با جای کار تأمین گردیده. راهسازان تاجیک در این انشاءات بزرگ عصر توانستند که تجربه خود را دایر به نقب سازی و پلهای قطارگرد تکمیل دهند. این در نوبت خود یکی از دستاوردهای ساحه نقلیات راه آهن در زمان استقلالیت دولتی بوده. متخصصان تاجیک می توانند تجربه اندوخته خود را من بعد در تطبیق لایحه‌های دیگر استفاده نمایند. باید گفت که تا حال 33 ایستگاه و 2 وگزل راه آهن تجدید و از نو ساخته شده اند که الکی در خدمت مردم قرار دارند. در این سمت ما دستاوردهای دیگر نیز داریم. ما سال 1995 اولین کارخانه وگان تعمیرکنی محرم را حاضره کارخانه فرعی جمهوریوی محرم تأسیس داده. اولین زواد استحصال شپلهای آهن و بیتان را در شهر سربند بنیاد نمودیم. اینچنین در دوران استقلالیت دولتی ایستگاه‌های استقلال، قطعه سوخت سال 2008، خانقاه قطعه دوشنبه سال 2011، ایستگاه یاور قطعه دوشنبه سال 2015 ساخته به استفاده داده شدند. بهر مستحکم نمودن اقتدار تکنیکی کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان 937 وگان نو از جمله 769 وگان بارکش و 168 وگان مسافربر و 9 تیپلواز خریده شد. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی اویاتسیای گرجدنی جمهوری تاجیکستان نیز خیلی رشد نمود. در این دوره شرایط فرودگاه های کشورمان کلاً دگرگون شده،
تأمینات آنها با تکنیک و تجهیزات نوترین عملی گردید. پارک طیاره ها از حساب خریداری و لیزینگ هواپیماهای معاصر پره کرده شد و تأمینات مادی و اجتماعی کارمندان ساحه به مراتب بهتر گردید. حالا شرکت‌های ملی اویاتسیای گرزدنی تاجیکستان از فرودگاه‌های بین المللی شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب و قرغان تپه از روی 180 خط سیر به ده‌ها دولت‌های جهان پروازهای مستقیم را انجام داده، به همین وسیله همگرایی متقابلا سودمند خلق تاجیک را با عالمیان تحکیم و گسترش می بخشند. خاطر رسان می نماییم که در جمهوری سالهای 1991-2008 تنها یک مؤسسه هواپیمایی تاجیکستان فعالیت داشت. در نیمه اولی سالهای 90 پروازها به کشورهای روسیه، ایران و چین بیشتر تأمین می شدند. بعداً تعداد سمت‌های پرواز افزود. حالا از جانب شرکت‌های تاجیک ایر و سامان ایر در 33 سمت به 9 کشوری دور و نزدیک مطابق جدول پروازهای موسمی هواپیماها به مردم خدمت می رسانند. امروزها در مملکت 6 شرکت هواپیمایی وطنی به قید گرفته شده. از آنها 4 شرکت به مسافرکشانی و 2 شرکت به بارکشانی مشغول می باشند. اینچنین در قلمرو کشور 17 شرکت هواپیمایی خارجی فعالیت دارند که پروازها را به سمت‌های گوناگون توسط فرودگاه‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان انجام می‌دهند. طبق تحلیل‌ها سالهای آخر حصه شرکت‌های اویاتسیانی خارجی در حمل و نقل مسافران بیش از 53% را تشکیل می‌دهد. باید تذکر داد که در جهان معاصر بنیادی فرودگاه‌های معاصر و مجهز، بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی و معاشرت هیئت خدمترسان، همچنین تأمین بی‌خطری مسافران یکی از مسئله‌های مهمترین تحکیم امکانیت‌های کمونیکاسیونی هر کشور به شمار می‌رود. با نظر داشتی اهمیت مسئله تأکید کرده بودیم که زیاد نمودن و حاضر زمان گردانیدن پارک هواپیماهای شرکت‌های ملی، تجدید ساختار اداری فرودگاه‌های بین المللی مملکت، تأمین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر و تا به درجه معیار و طلبات بین المللی بلند برداشتن سطح خدمترسانی یکی از سمت‌های مهم فعالیت ساختار و مقامات دخلدار می باشد. با این مقصد میدان‌های هوایی شهرهای دوشنبه، کولاب، خوجند تجدید و به معیارهای بین المللی مطابق گردانیده شدند. در مجموع توسعه و تغییر نظام نقلیات و بلند گردیدن حجم بارکشانی و مسافرکشی مساعدت نمود. حجم بارکشانی در تمام نوع‌های نقلیات از سال 1997 تا به حال 2.1 مراتبه و مسافرکشانی 4.6 مراتبه زیاد گردیده است. تطبیق پره هدف ذکر شده برای کشوری ما اهمیت استراتژیکی داشته. سالهای آینده آن همچون سمت مهم و افضلیتناک دستگیری می یابد.
در رابطه به این مسئله می خواهیم علاوه نماییم که تطبیق لایحه‌های سرمایه گذاری در بخش انفراساختاری نقلیاتی اگر از یک طرف پیوست شوی کشوری ما را به شاهراه‌ها و بندرهای آبی جهانی تأمین نماید، از جانب دیگر به رفت و آمد آزادانه مردم و وسعت تجارت داخلی بین منطقه‌های مملکت و تأمینات بازار داخلی با مال و محصولات تکانی جدی می باشد. ما به نقشه گرفته ایم که تا سال 2030 راه‌های ماشینگرد و آهن، نقب و پل‌ها، مرکزهای لوجستیکی، میدانهای هوایی و دالانهای نقلیاتی و دیگر انفراساختاری نقلیاتی را بنیاد و تجدید نموده درجه خدمترسانی آنها را به سطح بین المللی مطابق گردانیم و جهتی به کشوری ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان اقدامات ضروری را راه اندازی نماییم. در زمان استقلالیت دولتی، رشد با سرعت تلکمونیکاسیا که یکی از بخش‌های مهم خواجگی خلق می باشد به مشاهده می رسد. شبکه‌های انتقال برنامه‌های رادیو و تلویزیون دولتی، علاقه زمینی و هوایی پرره به پخش رقمی گذشته، دسترسی به ممانعیت اهالی تمام منطقه‌های کشور به خدمت رسانی‌های اطلاعاتی معاصر تأمین کرده شده است. با مقصدی از بنبست کمونیکاسیونی برآمدن کشور، شبکه خط نوری و نخی جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام که یگانه پایگاه مقتدر علاقه دولتی حساب می شود، در قلمرو کشور تأسیس داده شد. آن با اکثر دولت‌های همسرحدی ما پیوست بوده کارها را در این سمت پیش می‌برد. ساحه علاقه پاچت جمهوری تاجیکستان محض در دوره صاحب استقلالی مستقلیت کامل کسب کرده به پیشروی‌ها نائل گردید. پیش از همه در این دوره وابسته به طلبات اتفاق عمومی جهانی علاقه پاچت، کارخانه واحد دولتی پاچت تاجیک در اساس سندهای معیاری حقوقی به قید دولتی گرفته شد. کارخانه مذکور توانست وابسته به طلبات اهالی انتقال مبلغ‌های ارسال شونده را طریق الکترونی به راه ماند. بار نخست سال 2005 در جمهوری تاجیکستان پاچت فوری به فعالیت آغاز نمود. عین زمان با 196 دولت جهان مبادله پاچت فوری بین المللی به راه مانده شده است. اگر آبونه شوی به روزنامه و مجله ها در سال 2000 76828 نسخه را تشکیل داده باشد، پس در سال 2015 آن به 941865 نسخه رسید که قریب 13 مراتب نسبت به سال 2000 زیاد می باشد. با وجود این کامیابی ها، در کار دسترس نمودن مطبوعات دوری در شهر و ناحیه های کشور تا به حال کمبود و نارسایی ها موجودند. از جمله روزنامه و مجله ها به ساکنان شهر و دیهات سری وقت رسانیده نمی شوند. ساحه علاقه مبیلی کشور همقدم دولت های رشد کرده و پیشرفته بوده در دوام تنها 10 سال آخر با استفاده از استانداردهای معاصر تا به نسل 5 رسیده است.
سرعت افزایش مشتریان از پیشرفت در این بخش شهادت می دهد. در دوره از سال 2010 تا 2015 تعداد مشتریان علاقه های موبیلی از 5.9 تا 11.5 میلیون نفر افزایش یافت. عین زمان در کشورمان خدمت رسانی های اساسی علاقه موبیلی، محلی، بین شهری و بین المللی و شبکه اینترنت پیشنهاد شده. تکنولوژی و تجهیزات معاصر و زمانوی استفاده می شوند که صفت خدمت رسانی را به مراتب افزون گردانیدند. ما به تقویت دادن رقابت پذیری بازار وطنی تلکمونیکاسیون و گسترش آینده آن در سطح کشورهای منطقه آسیای مرکزی توسط از خودکنی اقتدار ترانزیتی و تلکمونیکاسیونی کشورمان دقت زیاد می دهیم. پیش گرفتن راه اصلاحات ساحه کشاورزی توسط باز یک هدف استراتژی امنیت آذوقه‌واری در جمهوری به رشد این ساحه تکانی جدی بخشید. حالا ساحه کشاورزی یکی از بخش‌های پیشبرنده اقتصادیات تاجیکستان و با جای کار تأمین نمودن اهالی بوده، رشد آن سالهای آخر در سطح استوار قرار دارد. در دوام سالهای 1991 1997 حجم استحصال کشاورزی در کشور 2 برابر کم گشته بود. در نتیجه گذرانیدن مجموع چاره‌بینی‌ها از سال 1996 تا به امروز افزایش منتظم استحصال محصولات کشاورزی تأمین گردیده. مجموع محصولات کشاورزی در مقایسه با سال 1997 به مقدار 3.5 مراتب افزایش یافت. در نتیجه پیشرفتی که در سالهای من بعد دایر گردید، حجم عمومی مجموع محصولات کشاورزی در سال 2016 نظر به سال 1991 بیش از 78% زیاد می باشد. چون این سرعت افزایش اساساً از حساب اینتنسیوی کنانی استحصالات کشاورزی تأمین شده است. با دستور ما، حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور تدبیرهای گوناگون از جمله به گردش کشاورزی وارد ساختن زمین‌های بیکار خوابیده، بهتر کردن حالت ملیارتیوی زمین‌ها، زیاد نمودن میدان باغ و تاکزار را عملی نموده، قرض خواجگی‌های دهقانی را حل و فصل نمود. در رابطه به وضعیت به عمل آمده، در نوبت اول در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره اصلاحات زمین سال 1992 مرحله اولی به دهقانان جدا نمودن زمین‌های منطقه‌های کوهستان و نزد کوهی آغاز گردید. اینچنین با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 9 اکتبر سال 1995 و 1 دکبر سال 1997 75,000 گیکتار زمین برای استفاده به اهالی دهات تقسیم کرده شد که این عمل برای تأمین اهالی با مواد آذوقه‌واری مساعدت نمود. در دوران صاحب استقلالی برای تأمین امنیت آذوقه‌واری با نظرداشت افزایش اهالی کشورمان و زیاد گردیدن طلبات به محصولات کشاورزی 9,600 گیکتار زمین
به گردش کشاورزی وارد کرده شد. در برابر این باید قید نمود که از خودکنی زمین‌های نو در شرایط کشور بلندکوه ما کاری خیلی گران و سیرخرج می باشد. سالهای اول اصلاحات در ساحه کشاورزی، وضع کنونی زمین‌های کشاورزی به چندین مشکلات دچار گردید. از جمله در نتیجه بیکار ماندن زمین‌های آبی، هزاران هکتار زمین‌های کارم از گردش کشاورزی برآمدند. استفاده غیر عاقلانه زمین به پیشبینی چاره‌های حمایه صفتی زمین از جانب دهقانان و از معیار زیاد استفاده بردن نوری و زهرداروها به شورشوی زمین‌ها آورده رسانده قسم زیادی شبکه‌های آبیاری کننده از کار برآمدند. بنابراین با توصیه ما حکومت جمهوری تاجیکستان بهداشت زمین، آبیاری و کارم نمودن زمین‌های نو را همچون سمت افضلیتناک ساحه کشاورزی معین نمود. در زمان استقلالیت دولتی در دایره تطبیق برنامه‌های دولتی از خودکنی زمین‌های نو آبیاری شونده در ناحیه‌های رشت، جرگتال، تاجیک‌آباد، طویلدره و نورآباد برای سالهای 2008-2010 نقشه از خود نمودن زمین‌های نوبت آبیاری شونده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2008-2012 و برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نو آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 تا امروز 7730 هکتار زمین‌های نو کارم گردیده حالت 1113 هکتار زمین بهتر کرده شده است. در آینده طبق همین برنامه به گردش کشاورزی برگردانیدن 3890 هکتار زمین نو آبی و برقرارسازی 7800 هکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده و در مجموع به استحصالات کشاورزی برگردانیدن 11690 هکتار زمین به نقشه گرفته شده است. این امکان می دهد که زیاده از 50,000 نفر اهالی دهات با جای کار تامین گردند. در دایره عملی گرداندن این برنامه تنها در سال 2016 از حساب لایحه سرمایه‌گذاری آبیاری زمین‌های وادی دنقره در مساحت 1750 هکتار زمین‌های نو کارم کرده شده. تا سال 2018 این رقم به 3500 هکتار رسانیده می شود. در روند اصلاحات اقتصادی در برابر دیگر ساحه‌ها کشاورزی نیز تجدید و نوسازی گردیده. در زمینه آن شکل‌های نوی خواجگیداری، مخصوصاً خواجگی‌های دهقانی فرمیری به وجود آمدند. امروز شماره آنها بیش از 162,000 را تشکیل داده به رشد و پیشرفت ساحه مساعدت می نماید. به آنها بیش از 2.5 میلیون هکتار زمین تعینات کشاورزی وابسته شده است که این بیش از 32% تمام زمین‌های تعیناتی کشاورزی مملکت را تشکیل می‌دهد. در نتیجه قسم زیادی محصولات کشاورزی بیش از 93% در قطعه‌های نزد حولیگی اهالی و خواجگی‌های دهقانی
استحصال می شود. در دوام 15 سال اخیر در بخش کشاورزی کشور 42 لایحه سرمایه گذاری دولتی به مبلغ 3.7 میلیارد سامانی عملی شده است. در این دوره زیاده از 20,000 گکتر زمین کشاورزی کارم گردیده، میدان زراعت‌های بسیار ساله 54,000 گکتر زیاد کرده شده است. زیاده از 100,000 جای کاری نو تأسیس یافته، 52 کارخانه خرد و میانه کارکردی محصولات گوشت و شیر تشکیل و به استفاده داده شدند. مسئله گذاری رشد و پیشرفت ساحه کشاورزی در همه استراتژی برنامه‌های عمومی جمهوریوی درج گردیده است. در نتیجه سرعت افزایش سالانه مجموع محصولات کشاورزی به حساب میانه در دوام تطبیق استراتژی ملی رشد تا سال 2015 هم 8.6% را تشکیل داد. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین رشد بیمیلان ساحه کشاورزی از جمله به بلند برداشتن مدنیت استفاده بری زمین‌های کارم، استفاده ثمرناک و عاقلانه آن و در یک سال رویانیدن 2-3 حاصل زراعت توجه خاص ظاهر نموده. در این ساحه چندین برنامه‌های دولتی را مورد عمل قرار داده است. تنها در دوام سالهای 2002-2015 هم عملی گردانی 15 برنامه ساحوی از جمله برنامه‌های رشد ساحه‌های پختکاری، تخم پروری، باغ و تاک پروری، کارتاشک پروری، مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان و بیماری‌های باغ و تاکزار، مبارزه بر ضد ملخ، رشد ساحه پرنده پروری، زنبور عسل پروری، ذات پروری و خوشزاد کنی چاروا، قطاس پروری، اسب پروری، بهترگردانی حالت چراگاه ها، ماهی پروری، بیا تکنولوژی چاروا قبول گردیده، تطبیق آنها به پیشرفت ساحه کشاورزی تکانی جدی بخشید. در ساحه کشاورزی تا رفت دیورسیفیکاسیون استحصالات توسط تشکیل کشت تکراری، استحصال محصولات رقابت پذیر و سردرآمد صادراتی و سرگردانی میدان کشت سبزوات و بنیاد باغ و تاکزارهای سرحاصل به نظر می رسد. رشد نظررسی حاصلناکی غله‌دانه، کارتاشک، سبزوات، محصولات پاریزی به قید گرفته شده است که آن امکان داد نسبت به سال 1991 استحصال غله بیشتر از 5 مراتبه، کارتاشک قریب 5 مراتبه، زراعت‌های پاریزی 3.4 مراتبه، سبزوات 2.8 مراتبه، انگور 1.8 مراتبه، گوشت و شیر 1.6 مراتبه زیاد کرده شود. شما گفتار پنجم رو از روی اثر افق‌های استقلال پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.